نیاز نواب در کلیسای ارامنه پاریس قرار ملاقات داریم. مکانی متفاوت، جایی که بسیاری از هنرمندان کنسرت هایی را در این کلیسا برگزار می کنند. نیاز نواب در خانواده هنرمند به دنیا آمده است. پرویز یاحقی، ویولونیست مشهوری که سال پیش جامعه هنری ایران او را از دست داد، از نزدیکان خانوادگی اوست. سایر اعضای خانواده هم هر یک نوازنده و آشنا به موسیقی بوده و هستند. نیاز اینجا هر از گاهی به نواختن پیانو میپردازد. از او پرسیدیم نواختن و شنیدن ساز اینجا چگونه است؟ راستش در واقع مکان مهم نیست. مهم اینه که آدم میتونه تو هر مکانی باشه و ساز بزنه. ولی زمانی که من ساز میزنم فقط به اصوات گوش میدم، به چیزی که داره از انگشتان من خارج میشه و تو فضا پخش میشه و سعی میکنم که گوش بدم چی میزنم که اون صدایی که زیباتره، قشنگتره، جذابتره رو بتونم اجرا کنم. نیاز نواب از 8 سالگی به آموختن موسیقی پرداخت. در نوجوانی بعد از اتمام تحصیلات در هنرستان موسیقی دختران و بعد از موفقیت در کنکور کالج یکی از مدارس موسیقی لندن به پاریس آمد و حالا همزمان با تحصیل در کنسرواتوار موسیقی خود شاگردانی را تعلیم می‌دهد. مشوق اصلی مادر پدرم بودن برای اینکه اصلا من به دنیا آمدم که برم توی موسیقی در واقع. و از بچگی مامانم منو گذاشت که پیانو یاد بگیرم و بعدم هنرستان، بعدم دانشگاه، آخرم اینجا تو پاریس که همچنان دارم ادامه میدم و ادامه خواهم داد. ولی تو کلاسیک، تو سبک کلاسیک خیلی دوست داشتم که شرایطی می داشتم که بتونم از خاندان یاحقی از محضرشون استفاده کنم، باشون باشم، مخصوصا دایی پرویزم یاحقی که خیلی دوست داشتم باش کار میکردم، از سبک پدر بزرگم، سبک خودش، که امروز بتونم برای نسل بعد از خودم در واقع یه چیزی داشته باشم که یا به جا بذارم یا به دیگری بدم. نیاز نواب از سالها پیش به سراغ سازهایی نظیر ستار و تنبک رفت و کمی دیرتر انگشت بر سیمهای گیتار گذاشت، اما او صدای ایران را با ستار میشنود. در گفتگوی طولانی و بعد از آن که از همه چیز و همه جا گفتیم، از نیاز نواب خواستیم تا راه آمدش و پیامش را اگر دارد برای دیگران بگوید. پیام من فقط یه شعره که دوست دارم اینو برای بینندگان بگم که میگه نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد. نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک آن دامم چه خواهد ساخت. ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد. گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد. بدین سان بشکند هر دم سکوت مرگبارم را. گزارشی بوده از محمد رضا شاهید از پاریس در مورد این پیانیست ایرانی.